آقای کاک مختار نقشبندی هستند، فعال سیاسی حقوقی کرد. و شما هم عزیزان هموطن از اول برنامه از همین حالا میتونید از راه واتساپ برنامه یا از راه یوتیوب برنامه سوالات خودتون رو بفرستید، نظرات خودتون رو بفرستید و حتما منعکس خواهد شد و قسمتی البته پایان برنامه هم به خود شماها، البته برنامه به شما متعلقه ولی قسمت پایانش هم به منعکس کردن صدا و پیام شما تعلق خواهد داشت. خب جناب آقای نقشبندی، به برنامه خودتون خوش اومدید. اولین سوال خدمت شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای و یک فعال سیاسی حقوقی هم که فعال هستید، گزارشی رو از نشست امروز بدید، نشست جمهوری خمینی با شیطان بزرگ در سوئیس. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیزتون. منم برای مردم آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که همه چیز بهتر بشه. امروز من گزارشی که گفتن این صحبت‌ها که رسانه‌ها منتشر کردن، البته معمولا این سخن‌های رسمی که میگن تا اینی که بعدا رسانه‌های نزدیک به آمریکا یا ایران میان صحبت‌های میکنن، میگن بر اساس گفته‌های یک مقام آمریکایی یا ایرانی که نخواسته اسمش منتشر بشه میان صحبت‌های دیگر رو میکنن. باید اونا هم در نظر گرفت که الان خیلی زوده، اینا منتشر نشده هنوز، اما چیزی که رسمی میگن، هر دو طرف میگن رضایت بخشه، داریم جلو میریم. اما از هم طرف آمریکایی‌ها هم از طرف ایرانی‌ها دو صدا میاد، باید اون در نظر بگیریم. جلسه که شده بین ایران و آمریکا گفتگو شده یک طرف، این جلسه هم که بین آمریکا و ایران و با میانجیگری قطر هم شده یک طرف. اینم باید در نظر گرفت که اون بیشتر تمرکز شده رو مفاد تفاهم بحث پولای ایران بیاد و جنگ لبنان که متوقف بشه، اون رو باید در نظر گرفت. این گفتگوی هم که شده که ایران، من پیجای سپاه قدس رو نگاه میکردم با پیجای دیگه که به سپاه پاسداران نزدیک هستش، اینا میگن موضوع اصلی که روش صحبت شده بحث توقف جنگ در لبنان بوده و پولهای ایران. اما خب آمریکایی‌ها میگن و رسانه‌های رسمی هم میگن بحث هسته‌ای هم یک کلیاتی راجع بهش صحبت شده. به نظر من نفس این که گفتگو رو انجام دادن یک قدم به جلو هست. هر دو طرف میخوان به یک آتشبسی برسن، به یک صلحی حداقل برسن یا حداقل از این بحران نجات پیدا بکنن. اما خب از هر دو طرف دو صدا ما میشنویم. از طرف ایران همیشه اینجوری بوده، رئیس جمهور و بعضیا میان یه جوری دیگه صحبت میکنن، رسانه‌های نزدیک به جناح سپاه پاسداران و جناح تندروتر اونا می صحبت‌های دیگه میکنن روی این مسئله. تو آمریکا ما میبینیم ونس اومده معاون ترامپ امیدواری صحبت کرده، میگه امیدواریم که یک آینده جدیدی درست بشه، از این جهت صحبت کرده. اما ترامپ باز هم تهدید کرده که اگه ایران این کارا رو نکنه جنگ شروع میشه، من میان تنگه هرمز رو میگیرم، 20% نفتش رو میگیرم که امنیت اونجا رو به اصطلاح حفظ بکنم. این بحث 20%ش خیلی زیاده. وقتی میگه 20%ش یعنی 1/5 نفتی که از اونجا میره، حدود 20 میلیون بشکه نفت قبل از این جنگ از اونجا عبور میکرده. خب میخواد این رو از کی بگیره؟ این یک سوالیه که پیش میاد سر این مسئله. روی این مسئله اینه که من جدا از این که از هر دو طرف صداهای مختلفی ما چیزای رسمی که میاد اینه که گفتگو شروع شده و من فکر میکنم دو طرف میخوان از این بحران بیان بیرون. البته فکر نکنم اسرائیل بذاره این قضیه به این شیوه جلو بره، چون نتانیاهو تا امروز هم که صحبت کرده به اونجا میرسیم. بله به اونجا هم میرسیم. بله خب آنچه که معلوم بود قطر، پاکستان، امریکا و معاون ترامپ به حال اونجا بود، از ایران هم قریبا و هیئت همراهش که عراقچی و غیره باشن اونجا بودن و عرضم به حضور شما دو پیام متناقض رسید. حالا اگر اتاق فرمان یه عکسی رو که من براتون فرستادم از بنده نگاه کردم سریعا قبل از شروع برنامه، کانال 24 کردستان 24 بود، اون عکس رو بذارید لطفا. اینجا دو پیام متناقضه، یعنی به زبان کردیه. آقای پزشکیان میگه که ما عقب نشینی میکنیم از حقوقمون در بعد تخصیب یورانیوم و ترامپ هم گفته که بهتره که مواظب حرف زدنت باشی و این یعنی یکی از بنودی بود، یعنی یکی از مسائل اصلی و استراتژیکی هم که
روش دارن صحبت میکنن خود مسئله انرژی هسته‌ای ایران بود و وضعیتی که درش قرار داره و آنچه که به اون متعلقه. و نکته دیگری که ترامپ هم دوباره به نقل قول میکنه، من از الجزیره که نگاه کردم، اون بود که ترامپ گفته بود که اگر ایران گوش به هر حال گروهش رو در لبنان نگیره و مواظب نباشه، خب ما با قدرت بیشتری دوباره خواهیم زد. یعنی این حرف و حدیثا کی رد و بدل شده؟ این حرف و حدیثا در اثنای همین نشست جمهوری خمینی با شیطان بزرگ به اصطلاح خودشون در اولین نشست رسمیشون در سوئیس. خب در سایه 40 اندی سال مرگ فرستادن، عرضم به حضور شما که هیچ نوع از اینکه صداقتی، حسن نیتی و اعتمادی وجود نداره و امروز هم این حرف و حدیث ها هست. جناب آقای نقشبندی، در سایه این 40 اندی سال رابطه بسیار تیره این دوتا به جز در مسائلی که به ضربه زدن به مسلمانان بوده، چه اشغال عراق و اشغال افغانستان، ولی هیچ نوع اعتمادی وجود نداره و دو طرف همدیگر رو خب به عنوان دشمن دیرین میشناسن. و این دو حرف هم یکی از طرف پزشکیان اومده و دیگری هم از طرف ترامپ که گوشزد کرده که مواظب باشه و تهدیدم کرده. شما در سایه این وضعیت آیا یک امیدی هست که نشست مستقیم جمهوری خمینی با امریکا به یه جایی برسه که منجر به خیر و برکتی برای مردم ایران بشه؟ من میخوام قبلش یک نکته رو بهش اشاره بکنم. در ساختار سیاسی جهان که بعد از جنگ جهانی دوم تلاش کردن اون رو قانونمندش بکنن، وگرنه در طول تاریخ همیشه این بوده بشر سعی کرده برای منافع خودش به جنگ منافع بیشتری به دست بیاره. بعد از جنگ جهانی دومی ساختار سیاسی که تشکیل دادن کشورهای به اصطلاح پیروز، در این ساختار سیاسی قدرت حرف اول و آخر رو میزنه. مسئله حقوق بشر یک کارت در دست کشورهای غربی. الان من این میتونیم اپوزیسیون ایران، مردم ایران اینم تجربه بکنه، هرچند قبلش باید اینو میدونستیم. متاسفم من که بخشی از اپوزیسیون فریب این حرفا رو خوردن. ببینید آمریکا فقط دنبال منافعشه، اونم مثل روسیه و چین و اینا، مثل بقیه کشورها. خودمون باید با هم متحد بشیم بتونیم چیزی به دست بیاریم به نفعمون بشه. اینه که همه دنبال منافعشونن. حالا میان با گفتگو نشد، با تحریم نشد، با جنگ. همه طرفا، ایران هم به این شیوه همیشه عمل کرده. تمام کشورها متاسفانه این ساختار سیاسی جهان است. اگه اصلاح نشه احتمال بروز جنگ جهانی سوم هم هست، حتی بین چین و آمریکا، به خاطر اینکه بالانس قدرت در جهان داره تغییر میکنه که اون بحث دیگه است. من از برنامه دور نمیشم، چون الان میدونی که شورای امنیت 5 عضو اصلی داره که اینا همونایی هستن که پیروز جنگ جهانی دوم بودن. دور شدیم جناب آقای نقشبندی، ببخشید نه دور شدیم از برنامه. سوال محدد، یعنی در سایه این عدم اعتماد، دشمنیگری های متنوع جدایی از تقاطع مصالح که در گاه و بیگاهی داشتن و تهدیدهای امروزی، آیا یک نوع امتیاز بگیری بیشتر است که آمریکا میخواد از ایران بگیره یا از جمهوری خمینی، یا خود وضعیت بسیار حاد و امیدی به پیشرفت نباشه، با وجود اینکه که پاکستان و قطر که هر دو مصالح استراتژیکشون به این مسئله بنده، یعنی تنها برای خوشبش و در بعد انسانی و همسایگی هم نیومدن، آیا امیدی به ادامه این گفتگوها و اینکه خروجی خوبی داشته باشیم وجود داره به نظر شما؟ من باید بگم اگر اسرائیل این رو به هم نزنه، هم ایران هم آمریکا منافعشون ایجاب میکنه به توافق برسن. اگه هم اسرائیل این رو به هم نزنه، هم به نفع آمریکا هم اسرائیل. عرض کردم در ساختار سیاسی جهان همین کشورها دنبال منافعشونن. این یک نکته‌ایه که باید این رو در نظر بگیریم. حالا خود جنگ هم ادامه سیاست هست به شیوه دیگر. خب آمریکا میخواست ایران رو کنترل بکنه، به صورت هسته‌ای دست پیدا نکنه، در منطقه منافع آمریکا رو به خطر نندازه. سعی کرد با گفتگو نشد، با تحریم نشد، وارد جنگ شد. جنگ هم به
دلایلی شکست خود، چون من اگه فرصت بود راجبش صحبت خواهم کرد، با یک برنامه ترامپ وارد شد فکر نمی‌کرد ایران جنگ رو به این شیوه گسترده بکنه. الان ترامپ تنها دو راه حل داره، یا باید با ایران به توافق برسه یا کل ایران رو تصرف بکنه. نمیتونه تنگه هرمز رو باز بکنه، خلیج فارس رو امن بکنه بدون اینکه تمام ایران رو تصرف بکنه. چرا؟ ایران با موشک و پیباد میتونه اون منطقه رو ناامن بکنه. خب ترامپ همین کار رو نمیخواد بکنه. چرا؟ چون هزینه بسیار زیادی براش داره، باید با چین رقابت بکنه، وارد این درگیری بشه، وارد باطلاق بزرگی میشه. پس میخواد به توافقی برسه. ایران هم از یک طرف دیگه وضع اقتصادیش خیلی بد هستش، آماره مختلفی هستش، اما معتبرترینش اینه که 80% مردم ایران مخالف این رژیم هستن. وضعیت اقتصادیش هم بد است. میدونی اگه آمریکا بخواد به آمریکا فشار زیادی بیاره، آمریکا میاد حتما اون مراکز انرژی ایران از جمله برق و پالایشگاه رو میزنه. هرچند ایران هم در مقابل همچین کار خواهد کرد، خاورمیانه تبدیل به یک بحران بسیار بسیار بزرگی خواهد شد. اما رژیم ایران همیشه خمینی صحبتی داشت، صحبت‌های خودشه، بینندگان میتونن در یوتیوب سرچ کنن، میگه که حفظ رژیم از حفظ جان امام زمان هم واجب تر هستش. اینه که اینا وقتی میبینن که رژیمشون واقعا داره سرنگون میشه، این حاضرن که با این شیطان خودشون میگفتن شیطان بزرگ بشینن باش روبرو صحبت بکنن، گفتگو هم بکنن. هر دو طرف میخوان به نفعشون است از این باطلاقی که گیر کردن بیان بیرون. هر دو طرف دنبال این هستن که منافعی به دست بیارن. بله خب حالا ایران بله خب حالا هر دو طرف که میخوان از این باطلاق بیان بیرون، وضعیت رژیم البته خیلی خیلی شکننده تره و وضعیت خب آمریکا یک سیستم یک ابرقدرت و جدایی از این که خب این جنگ تأثیری بر زندگی مردمان عادیش داشته اصلا قابل مقایسه نیست. اما آنچه که شما فرمودید، حالا اگر فرضمون بر این باشه خب منافع دو طرف این رو میخواد که اقتضا میکنه، مسئله خریداری وقت نیست، مسئله دوباره یک نوع ترمیم یا خود یک نوع نگاه به پیشبرد جنگ، چگونگی پیشبرد جنگ نیست، بر یک نوع این گفتگوها یک نوع آماده کاری برای مرحله دوم جنگ نیست. خب این دو طرف، سوال محدد، این دو طرف هر دو منافع کلیشون اقتضا میکنه که بله آقا جمهوری خمینی و شیطان بزرگ با هم بسازن. خب اسرائیلی که نمیتونه از چگونه میتونه اسرائیل از فرمان آمریکا گذر کنه و این مسئله رو برهم بزنه؟ یک. دو، خب اگر اسرائیل میخواد مسئله رو برهم بزنه، چطور ایران نمیتونه حزب الله رو کنترل کنه و آمریکا نمیتونه اسرائیل رو کنترل کنه؟ چطور میشه این؟ بله ببینید، همه کشورها دنبال منافعشونن. خیلی کشورها منافع مشترک زیادی با هم دارن مثل اروپایی‌ها. آمریکا و اسرائیل هم منافعی دارن، اما رابطه آمریکا و اسرائیل یک چیز جداست از رابطه بین دو کشور. همونطور رابطه که بین ایران و حزب الله جدا هستش از یک رابطه منافع. یعنی بهتر این برای بینندگان شاید درکش باشه که ایران حزب الله بخشی از خودش هست، نمیتونه جدا کنه. رابطه آمریکا و اسرائیل هم به این شیوه هستش، یک رابطه پدر فرزندی. حالا کدومشون پدر کدومشون فرزند اون یک بحث دیگه، اما یک رابطه پدر فرزندی هستش. آمریکا نمیتونه پشت اسرائیل رو خالی کنه. اسرائیل هم اینو میبینه. شما ببینید اسرائیل حتی کشور اروپایی جرأت ندارن به این شیوه با آمریکا و شخص ترامپ صحبت بکنن، اما اسرائیلیا خیلی مقام میان کارایی انجام میدن که منافع آمریکا به خطر میاندازه، اما علیرغم اینم آمریکا مجبور ازشون دفاع بکنه. اینی که میگم اسرائیل میخواد این رو به هم بزنه، دلیلش اینه. در مورد اسرائیل هم این دید رو در نظر بگیریم. اسرائیل دو بخش یا بهتر بگم سه بخش هستش: تندروهای مذهبی، میانه‌روها که نتانیاهو میانه‌رو محسوب میشه، نه تندرو، و چپ‌ها. خب چپ‌ها یه زمانی خدا دستشون بود، الان به حاشیه رفتن. نتانیاهویی که این همه در جامعه جهانی منفور شده، این ایرانی‌ها به خاطر ضدیت با رژیم ایران به نتانیاهو بعضیاشون علاقه‌مند بودن، وگرنه نتانیاهو در جامعه جهانی یک انسان منفور هستش. این نتانیاهو به حساب میانه‌رو محسوب میشه، نه تندرو. تندرو اسرائیل یک واقعیت دو تا چهار تا حساب نمی‌کنه در مسائل سیاسی، همونطور که تندروهای ایران حساب نمی‌کنن، همونطور که داعش حساب نمی‌کرد. اینا دنبال یک آرمان‌هایی هستن که میخوان کل خاورمیانه رو به دست بیارن. اگه نتونن رژیم ایران رو سرنگون کنن، نتونن حزب الله رو نابود بکنن، یک شکست براشون میشه. یعنی تنها بحث برنامه هسته‌ای نیست برای اسرائیل.
برای اسرائیل خیلی مهم است هر جوری شده رژیم ایران رو سرنگون بکنن و کل ایران رو به دست بیارن. چرا؟ وقتی ایران رو به دست بیارن راحت میتونن با کمک هند به پاکستان فشار بیارن. دلیلی که پاکستان خیلی میخواد این جنگ متوقف بشه اینه. اگه ایران رو به دست بیاره میتونه از طریق ایران، میبینیم که بخشی از اپوزیسیون هم چجوری، من این لغت رو میخوام به کار ببرم، مزدور اسرائیل شدن. به این دلیل کشور منطقه میترزن. چرا؟ چون اسرائیل میخواد از طریق این مزدوراش وقتی ایران رو در دست گرفت برای کشور عربی و همسایه مشکلی درست کنه، از طریق یک فاشیسم ملی اونا رو وارد یک بحران بکنه و به این شیوه اسرائیل بتونه به کل منطقه دست پیدا بکنه. اینی که من سالها میگفتن در تمام مقالات هست که اگه اپوزیسیون یک دولت موقت درست بکنه کشورهای همسایه هم دیگه نگران نخواهند بود. میتونستیم با اینم صحبت بکنیم که آقا ما قدرت رو در دست بگیریم، دشمن شما دنبال اپوزیسیون، میریم دنبال اپوزیسیون. بله یعنی خب پدر پسر بودن اینی که اسرائیل به نفعش هست که هر طریقی شده رژیم ایران سرنگون بکنه، کارش نداره. میانه رویاتون رو اصلا میخواد حتی ایران حکومت دموکرات هم باشه به این راضی نیست، باید ایران رو در دست بگیره. اینی که به نظر من سعی میکنه این رو به هم بزنن. بحث حزب الله است. حزب الله من تا قبل از اینکه برنامه شروع بشه به جای ایران هم نگاه میکردم، نعیم قاسم صحبت کرده میگه ما آتش بسی قبول نداریم که اسرائیل از لبنان نره بیرون. خب نتانیاهو میگه ما نمیریم بیرون. یعنی خب این گرهی هست، چیکارش میخوان بکنن؟ حزب الله چند شب پیش تو خاک لبنان به نیروهای اسرائیل حمله موشکی کرد، چند نفر رو کش، اسرائیل هم جواب داد. حالا پس فردا حزب الله تو خاک لبنان این کارو بکنه، نتیجه چی میشه؟ بس در اینه که خب ایران هم نمیتونه ساکت بشینه که اونا حزب الله رو نابود بکنن. چرا؟ چون هم منافعش به خطر میفته، همین بس اینه که اون موقع تندروهای داخلی هم این رو قبول نخواهند کرد که آقا چجوری میتونی برادرای ما رو پشت اونا رو خالی بکنی. اینی که الان یه گرهی پیش اومده. آمریکا و ایران میخواد گره رو چجوری باز بکنن من نمیدونم، چون نتانیاهو میگه ما از لبنان خارج نمیشیم، حزب الله میگه اگه خارج نشید بهتون حمله کنیم. بله خب شاید این رابطه پدر و پسری خب کاری کنه که خارج بشه. البته منافع استراتژیک اسرائیل هم چی میخواد یک مسئله دیگه هستش. اما در مورد نشست امروز، خود نشست امروز حاوی پیام‌های متنوعی بود. یعنی نشست مستقیم این خودش خیلی حرف داره. بعد از 47 سال شما نشست مستقیم رو که با رژیم دارید و این که اونجا تقریبا همه کار هستید، این جای مجتبی خامنه‌ای و ولی فقیه جدیدشون در بعد فکر و سیاست و تأثیرگذاریش کجاست، این رو هم بهش میرسیم. اما یک مسئله بسیار مهم اونم این بود که نشست امروز یه محور اصلیش گفت، البته من نقل قول میکنم از الجزیره عربی که نوشته بود، زیرنویس کرده بود که بند 14 رو امروز موضوع برنامه نشست خودشون قرار دادن و اونم مسئله لبنانه. یعنی این اگر باز نشه، اگر این رو به یه جایی نرسونن، خب میتونه این نشست بسیار شکننده رو برهم بزنه. حالا برگردیم به ایران، جدای از این که فلان کشور و علان کشور چی رو میخواد، خود رژیم که در این مخمسه قرار گرفته و شما هم گفتید که 80% به هر حال مردم با توجه به خیزش‌های مختلفی که ما داشتیم در ایران و خیزش ژینا و دیگر خیزش‌های دیگر، خیزش اخیر که مردم رو خب به تیرباران کردن و مردم خط عام کردن، پیام‌های مختلفی که مخابره شد، متاسفانه مردم تنها گذاشته شدن. خب بله مردم ایران جدای از تعلق ملی، تعلق مذهبی، سیاسی، عقیدتیشون یک نقطه مشترک وجود داره، اونم اینه که خب سیستم فعلی، اکثریت مطلق مردمیان سیستم فعلی رو نمیخوان. خب رژیمم حتما خوب اینو میدونه. سوال اینه، به نظر شما آیا عقلای در میان رژیم وجود دارن که این رو نقطه شروع تغییر آرام مدیریت شده قرار بدن؟ قطعا عقلا هستن. بله قطعا انسان عاقل درونشون هست، اما مسئله اینه که قدرت دستشون هست یا نه، میتونن کاری بکنن یا نه. من
انتخابات رئیس جمهوری بود، انتخابات پیشی، این حرف رو زدم، گفتم اصلا بس این نیست که رئیس جمهور چه حرفایی میزنه، مهم اینه که آیا اختیار اجرای این چیزا رو داره یا نه، که طبق 310 قانون اساسی این اختیارات در حوزه رهبر هست. رئیس جمهور بیشتر یک مجری هستش. الان داخل ایران هم خب بله کسایی هستن، اما یکی دو نکته رو باید در نظر بگیریم که من امیدوارم در آینده تغییراتی خواهد شد. شما ببینید همین انقلاب ژینا مهسا چند سال پیش که شد، رژیم تونست اون رو سرکوب بکنه اما نتونست مردم رو کنترل بکنه. آخرش دیدیم حجاب اجباری بی کنار رفته، در عمل رژیم امتیاز رو به مردم داد. یعنی این اعتراضات مردم منجر به سرنگونی ساختار سیاسی رژیم نشد، اما مردم به خواستشون رسیدن، یک قدم اومدن جلو. شما ببینید انقلاب مهسا سیاست ایدئولوژیک رژیم رو در داخل کشور که سالها بود شکست خورده بود عیان کرد. حتی برای خود رهبران رژیم هم آشکار شد که اکثریت مردم آقا نمیخوان، از شما متنفرن، از این اجبار متنفرن که تو جامعه هست. این جنگ هم درست ایران به حال ازش اومده بیرون، اما این رو ثابت کرد که اون سیاست صدور انقلاب شکست خورده. نهایتش اینه که رژیم بمونه در این شرایط، گروه نیابتیش هم بمونه، اما این تفاهم نامه به توافق هم برسه، به حال ایران دیگه شروع کننده جنگ نخواهد بود. حداقلش اینه که اون حالت صدور متوقف خواهد شد. اینها زمینه میشه که در داخل کشور نیروهای انقلابی کم کم به حاشیه برن، کم کم. اینم که چطوری، آیا ما چقدر زمان میبره تغییر. من دقیق یادم است در کانال یوتیوب خودم این رو گذاشتم، بخش از مصاحبه‌ام با خود آقای هاشمی بود کانال شما، که چقدر زمان میبره این رژیم سرنگون بشه. موقع انقلاب ژینا بود، دقیق اون موقع اینو عرض کردم که ساختار فرهنگی و سیاسی رژیم شکست خورده اما ساختار سیاسیش مونده. هر چقدر ما بیشتر تلاش بکنیم، یعنی زمان بستگی به تلاش ما داره. یک سخنی هست میگن یک آقای رد میشد به یک انسان عاقلی رسید، گفت تا چقدر زمان میبره به فلان شهر برسم؟ گفت یکم راه برو. گفت چرا؟ گفت یکم راه برو. این یکم راه رفت، گفت 1 ساعت. گفت چرا قبلش نگفتی؟ گفت باید راه رفتن تو میدیدم ببینم چقدر زمان میبره. این که ما کی بتونیم این ساختار سیاسی هم تغییر بدیم، قانون اساسی رو تغییر بدیم، بستگی به این داره که اپوزیسیون میتونه ما متحد بشه یا نه، با فعالیت چقدر مردم چقدر بشن. بله منظور بنده بیشتر نیروهای درون رژیم بود. وضعیت خب کشور رو در ابعاد مختلف خودش میدونن، یعنی نبض شارع ایران رو در دست دارن و ابربحران هایی که پیش روشون هست خودشون خب اتاق فکرشون همه اینها رو میدونه و محاسبات خودش رو انجام میده. جدای از محاسبات ایدئولوژیکی که 1 به علاوه 2 رو نمیفهمه و حساب و کتاب خاص خودش رو داره، خب ما یک نوع سیگنال هایی رو هم دیدیم. مثلا شما رفع حصر از آقای کی بود، از آقای موسوی رو چطور مثلا نگاه میکنید؟ بعضی یه جایی تو کردستان، البته کردستان قسمتش که به آذربایجان غربی متعلقه، تابلوهای راه رو، جاده ها رو به زبان فارسی و کردی اونجا مثلا گذاشته بودن و حرف و حدیث هایی زده میشه. سوال محدد اینه آیا این نیروی عقلانی در داخل کشور، در داخل نظام، قدرتی نشان میده که قدرتی رو داره؟ رفع حصر کرده از آقای موسوی، عرضم به حضور شما یک نوع نگاه باز فرهنگی داره به نسبت حجاب و آزادی پوشش. خب این مشکل بعضی ها هست، مشکل مثلا بلوچستان، کردستان، عربستان، ایران، ترکمنصحرا، مشکلات هویت محوره در بعد انسانیش، در بعد نگاه عقیدتیش و در بعد سیاسیش. و عرضم به حضور شما خب هیئتی که فرستادن، همه اینها رو کنار هم بذاری و جایگاه امروز ولی فقیه، خب ولی فقیه امروز نمیتونه خمینی باشه، نمیتونه خامنه ای باشه، کاریزمای اونها رو نداره و همون اهرم‌های قدرت مختلف رو که در دست اونها بود در دست این اصلا نیست. این فقط یک نوع وسیله‌ای هستش برای کسب مشروعیت از جناح تندرو که ما به گوش به فرمان مثلا آقای مجتبی خامنه‌ای هستیم. اگر زنده هم باشه، اگر یا خود شاید به شیوه زخمی شده باشه که اصلا نتونه دخالت چندانی رو بکنه، اینها رو سریع هم بگذاریم. به نظر شما رژیم سیاست مدیریت بحران و تغییر برای بقا رو در نظر نداره به عنوان استراتژی؟
من این نکته رو عرض بکنم، چه بخوان چه نخوان مجبورش هستن که به مردم امتیازاتی بدن، چه بخوان چه نخوان، چون وقتی 80% جامعه مخالفشون است. خب قطعا اینا سعی میکنن خودشون برای اینکه جامعه رو کنترل بکنن بیان به قول شما عقلاشون یه تصمیمای بگیرن و مجبور بشن امتیازای بدن. اینا وقتی در مقابل آمریکا امتیازای دادن، حد در داخلم شده برای اینکه مردم دوباره به خیابون نیان، شاید امتیازاتی به مردم بدن، اما این بستگی داره که مردم چقدر در خیابان باشن. یک نکته هم در نظر بگیریم، الان جو امنیتی بر کشور حاکم هستش که رژیم نمیتونه زیاد ادامه بده. اگر این توافقی بشه زمینه فراهم خواهد شد که این جو امنیتی کمتر بشه. شما ببینید چند ماه پیش اینترنت رو کامل ممنوع کرده بودن، این رو مجبور شدن باز بکنن. اگه شرایط عادی بشه، اتفاقا من فکر میکنم اگه اینا به توافق برسن برای تغییر تحول در داخل ایران خوب خواهد شد. چرا؟ این مردمی که وضع اقتصادیشون بهتر باشه بهتر خواهند توانست در جامعه قدم بردارن. به نظر من اینه که چون روحان از یه جهتی میخوان بحرانا کمی ادامه داشته باشه که بتونن جو امنیتی رو در جامعه حاکم بکنن، اما در نهایت اگه مردم وارد میدان بشن، بتونن خودشون رو به اصطلاح چجوری عرض بکنم، بتونن حول یک چیزی به یک توافقی برسن، متحد بشن مردم اقلای جامعه، این تاثیر بیشتری داره رژیم. در کل حق رو نمیدن، حق رو باید گرفت. این انقلاب ژینا عرض کردم محسا، مردم در خیابان بودن، رژیم رو مجبور به عقب نشینی کردن که به طور غیر رسمی حجاب رو آزاد کرد، به طور غیر رسمی بتونه به زور حجاب رو سر مردم میکنه بازور، اما نمیتونه. اینم بقیه مسائلم به این شیوه هستش. من فکر میکنم که نهایتاً جو امنیتی که در ماهای آینده اگه به توافق برسن، جنگ هم بشه بازم مذاکره خواهند کرد، به توافق برسن بعدش کم کم مجبور میشن به مردم امتیاز بدن، چون واقعا کنترل جامعه‌ای که 80%ش مخالفش هستن امکان پذیر نیست. من آینده رو خوب میبینم، اما سرعت تغییرات بستگی به خودمون داره. بله درسته. خب حالا از زاویه دیگر به مسئله نگاه کنیم، اونم اینه که شما کم کم وارد اون فاز شدید. اگر این توافق، خب بعضیا این رو یک نوع تسلیم شدن جمهوری خمینی میدونن، تسلیم شدن، پروسه تسلیم شدن قدم به قدم، و بعضیای دیگر نه، خب عادی سازی روابط این رو قلمداد میکنن. حالا جدای از این نگاهایی که به این توافق میشه، اگر توافقی بین آمریکا و ایران رخ بده، به نظر شما در بعد سیاست، در بعد سیاست داخلی منظورمه، نه سیاست خارجی، سیاست داخلی و نگاه رژیم به مردم و در بعد اقتصادی وضعیت چطور خواهد بود؟ چه نکات مثبتی رو میتونه برای مردم به ارمغان بیاره؟ این بحث اقتصادیش خیلی مهمه. یک مردم فقیر و وابسته نمیتونن تغییراتی ایجاد بکنن. متاسفانه بخشی از اپوزیسیون میگم همه تخم مرغاشون رو تو سبد خارجی ها گذاشتن، یعنی از تحریم حمایت کردن، جنگ حمایت کردن. بعد اینجا من اجازه بدی به عنوان کرد این رو بگم، اگه من کرد بگم میخوام من زبان رسمی بشه، بهم میگن دشمن ایرانی، تجزیه طلبه. اما اونی که این حرفو به من میزنه میره از خارجی دعوت میکنه بیا ایران رو بمباران کن، تحریم بکن، همه این کارا رو میکنه، اون میشه ایران دوست. من که بگم زبان کردیم قانون اساسی، تو قانون اساسی ایران بیاد، میشن تجزیه طلب و دشمن ایران. شما ببینید این که میگفتن تحریم، بعضیا حمایت میکردن، آمریکا تحریم رو به خاطر مردم ایران که نکرد. چرا تحریم کرد؟ که فشار اقتصادی به رژیم بیاد، تو پول کمتری داشته باشه برای اینکه تو خاورمیانه کمتر مداخله بکنه، منافع اونا رو به خطر نندازه و پول کمتری برای موشک و برنامه هسته‌ایش داشته باشه. اما دود تحریم به چشم مردم هم رفت، مردم ضعیف شدن. تو ایران چیزی به اسم طبقه متوسط عملا نمونده. 3-4% ثروتمند داریم و بقیه مردم به شدت فقیر و وابسته. شما ببینید موقعی که انقلاب شد حدود سال 1357، اون موقع حدود 70% مردم ایران تو روستاها بودن، تقریبا روستاها هم خودکفاحت رسید. 30% داخل شهر، حومه شهرام یه مرغ و خروس، یه گاو و بز چیزی داشت، اینقدر وابسته نبودن. اما الان حتی برعکس شده، 70% تقریبا تو شهرها هستن و روستاها هم تقریبا وابسته به حکومت، هم برای برق هم برای اینترنت.
و حتی برای کالاهای ضروری شد. پس جامعه‌ای که فقیر باشه رژیم میتونه با کوپن، اقتصاد کوپنی اینا رو کنترل بکنه. بعضی از تحریم حمایت میکردن که چرا شورش گرسنگان بشه، یک کار غیر اخلاقی. نتیجهش هم دیدیم، رژیم مردم رو قتل عام کرد اما حاضر نشد دست از قدرتش برداره. اینه که اگه تحریما بر کنار بره، یک درست رژیم از اون پول برای کارهای خودش سوء استفاده خواهد کرد. بحث من این نیست که رژیم میاد این پول رو به مردم میده، اما خب فشار اقتصادی از مردم کمتر میشه. مردمی که وضعشون بهتر بشه، این مردم برای تغییر تحول امید پیدا خواهند کرد. وقتی که درد نانشون کمتر بشه، اون موقع دنبال حقوقهای اجتماعی و سیاسیشون خواهند بود. اینم در نظر بگیریم. من بازی اصلاح طلب و اصولگرای رژیم رو نمیگم. بحث من این که میگم یک مسئله هستش. در طول تاریخ شما هیچ وقت یک گروه از انسان‌ها رو نمیبینید برای همیشه متحد باشن. انسان تغییر تحول پیدا میکنه. الان من با 10 سال پیشم و 20 سال پیشم دوره هم بشینیم صحبت بکنیم، کلی اختلاف فکری داریم. خب تو رژیم هم همینطور هست. اینا شاخه‌های مختلفی هستن. میگم کاری به بازی اصلاح طلب و اصولگرای رژیم ندارم. واقعیت اینه که داخل خودشون گروه‌های هست. اینه که این بحث بتونن توافق بشه، این بحث امنیتی کنار بره. الان شما ببینید در بحث امنیتی که داره، حتی داخل رژیم اونایی که مخالف بعضی سیاست رژیم جرئت نمی‌کنن بعضی حرفا رو بزنن. جاسوس اسرائیل راحت‌تر حذفشون میکنن. اما اگه توافق بشه، اون موقع صدا تو جامعه که آمریکا شیطان بزرگی باهاش توافق کردید، میگفتی صدور انقلاب الان قول دادید که دیگه وارد جنگی نشید، وارد مصالحه شدید. نمیدونم تو داخل کشور این صحبت‌ها داخل خودشون میشه و امید هستش که شما به نکته خوبی اشاره فرمودید که مجتبی مثل خامنه‌ای نمیشه. دقیقاً همینه. شما ببینید خامنه‌ای چقدر نهاد درست کرد، سازمان اطلاعاتی، اما نتونست مثل خمینی باشه داخل خود رژیم. کاری به مردم ندارم. خمینی داخل رژیم حرفی میزد همه گوش میکردن، اما خامنه‌ای اینجوری نبود. دیدیم موسوی کروبی خیلی ها جلوش وایسادن، حتی روحانی بهش تیکی منداخت، احمدی نژاد. قطعاً وقتی این جو امنیتی تموم بشه، مجتبی روش وای میسن. یعنی از پزشکان بگیره حتی تا وزیرا نمیتونه سرکوب بکنه. مجتبی هر کاری بکنه نمیتونه مثل پدرش باشه. مثل من به حرفم مردم نیست که 80% مخالفن داخل خودشون. اینی که من امید دارم در آینده حزب درست بشه و کم کم از این طریق این قانون اساسیشون تغییرات ایجاد بشه در آینده، مرحله به مرحله. اینم خیلی مهمه که رسانه‌های اپوزیسیون، رسانه‌های مثل شما بیان واقعیت‌ها رو به مردم بگن. ما نیام رویا فروشی نکنیم، نیام که آقا آمریکا اینجوری، اسرائیل اینجوری، من این کارو میکنم. سعی کنیم به مردم کمک بکنیم، به مردم برنامه بدیم که بتونه حقشون رو بگیرن. من امید به این دارم که این توافق بشه، مسائل اقتصادی هم به نفع مردم خواهد شد و تندروها کم کم در عمل به حاشیه خواهند رفت. چون خود توافق، نفس توافق تیر خلاصی است به سیاست صدور انقلاب رژیم و قدم به قدم این تونها به کمتر در عرصه سیاست خواهند بود. شما ببینید وقتی خمینی اون به اصطلاح جام زهر رو سرنوشید و با صدام توافق کرد، در عمل هم در اون مقام یک جرقه زده شد. دیدیم که رفسنجانی به یک طرف دیگه ای رفت. الان هم همینطور هست با ابعاد بزرگتر. من با آینده خوشبین هستم، اما باز هم اجازه بدید این جمله رو بگم: سرعت تغییرات بستگی به خود مردم و فعالین داخل و اپوزیسیون داره. بله، البته نشست با آمریکا حقیقتا قدم بسیار بزرگیه در بعد شکست ایدئولوژیکی سیاسی رژیم. چرا؟ چون این یکی از مقدس سازی کرده بود این رژیم این مسئله رو و یک نوع رنگ و بوی دینی هم بهش داده بود و حالا اومده این ویترینش هم که مسئله حجاب اجباری یکی از ویترین‌های رژیم بود، این شکسته شد. مسئله گفتگو با آمریکا هم تقریبا همینطور و این هم شکسته شد. اما شکسته شدن این مسئله و این که این گفتگوها بیانجامه، خب به سرانجام بیانجامه اینه که من جمله رژیم فعلی در جغرافیای ایران حبس خواهد شد و همون اهرم‌هایی رو که داره خب دیگه بعد اینا کنترل شده و کم کم رو به خاموشی برن و در داخل هم با توجه به وضعیتی که پیش میاد برای بقای خودشون هم باشه، خب تغییراتی ضروریه. اما آیا این تغییرات سبب میشه که جرقه اصلی زده بشه و مردم تغییرات رادیکال و
استراتژیک رو در جامعه رقم بزنن، این یک مسئله هستش دیگه در آینده روش صحبت بشه. اما همونطور که شما فرمودید خب این برمیگرده به درصد هوشیاری خود ماها، توافق بر کلان مسائل استراتژیک، اینکه همدیگر رو بفهمیم و اینکه برنامه جدی برای رعایت حقوق در آینده داشته باشیم تا آینده مبهم نباشه. هرچند که آینده مبهم باشه به همان اندازه حرکت به سوی آینده کنتر خواهد بود و شاید زیاد باشن که ترجیح بدن جمهوری خمینی بمونه چون آینده مبهمه. خب حالا برگردیم به وضعیت اپوزیسیون. هم اپوزیسیون داخل خب زندانیان سیاسی عقیدتی در داخل کار میکنند و مسجد مکی زاهدان مولانا عبدالحمید در خطبه‌هاش پیام‌های سیاسی حقوقی جدی رو مخابره میکنه. اما اپوزیسیون خارج و شما اگر یک ارزیابی کلی رو داشته باشید از اپوزیسیون خارج در این مرحله، اون رو خب در البته نکته‌وار بفرمایید. این چه نکاتی هستش که شما نسبت به اپوزیسیون دارید و البته به این معنا که ما بیایم درس بگیریم، یک نوع بازنگری جدی در بعد فکر و سیاست داشته باشیم که همه اینها ما رو کمک کنه به داشتن برنامه برای ساختن آینده بهتر. اپوزیسیون، ارزیابی شما از اپوزیسیون در این مرحله چیه؟ بله، این سوال خیلی مهم استش و من تشکر میکنم که این فرصت رو به من میدید در مورد این صحبت بکنم. منم قبلش اینو بگم اپوزیسیون واقعی اونایی که داخل کشور هستن، نه منی که اینجا هستم. اونا سینه‌شون جلوی گلوله است، اونا فشار رو تحمل میکنن. شما ببینید اپوزیسیون متاسفانه در شرایط خوبی نیست و مقصرم خودش هستش. اپوزیسیون چندین طیف هستش. این رو بگم، ما وقتی اپوزیسیون رژیم هستیم جدا از بحث‌های کلی، این رژیم یک رژیم تقدسگرا بود. یک بوتی درست کرده بود به اسم خمینی، بعد خامنه انتقاد از اون محکوم بود. متاسفانه این در بین اکثریت اپوزیسیون هست. شما هر حزب و گروه از اپوزیسیون که میای ازش انتقاد میکنی، تو ایران که کسی از خامنه انتقاد میکرد بهش میگفتن جاسوس اسرائیل. اینا هم هر کی انتقاد میکنه بهش میگن جاسوس جمهوری اسلامی ایران. این خیلی چیز بدیه. اپوزیسیون باید روی این کار بکنه. خودش تو میخوای جایگزین جمهوری اسلامی ایران بشی، خودت باید این صفات بد رو کنار بذاری، یک مصلح باشی تا بتونی واقعا معنای کلمه اپوزیسیون باشی، تنها جا به جای قدرت نباشه. ما دیدیم دفعه قبل اپوزیسیون متحد و برنامه‌ای نبود. وقتی شاه رفت، خمینی انقلاب رو مصادره کرد، قدم به قدم بقیه را حذف کرد. ما باید این تجربه ها رو داشته باشیم. بعضیا میگن در بین اپوزیسیون، اجازه است اسم ببرم در برنامه شما از بعضی از گروه ها؟ نه به نظر بنده بهتره کلی بفرمایید. خب مردم میفهمن، پیام رو میگیرن. تشکر. بله، مثلا بعضی از اپوزیسیون میگن آقا شما بذارید من به قدرت برسم، من شما رو به طرف دموکراسی میبرم. خب اگه قراره ما به دموکراسی بریم، دموکراسی یک سیستم چند حزبی است. شما چرا الان میخواید تنهایی برای همه تصمیم بگیرید؟ در شما ببینید در خود آمریکا همین ترامپ اگه قانون اساسی نبود شاید کشور به طرف دیگه میبرد. در فرانسه همه جا دموکراسی اینه که خب مشکل این کار چیه؟ مشکل این کار چیه؟ شاید بعضی از بینندگان ما حالا بپرسن، متعلق به این طیف باشن. شما منظورتون جریان سلطنت طلبه. خب مشکل این کار چیه؟ ببینید تاریخ به ما چجوری به دموکراسی رسیدیم. دموکراسی اومد گفت آقا تا که یک فرد یا یک ایدئولوژی بیاد برای جامعه تصمیم بگیره همش به شکست بخوریم. فلسفه دموکراسی یک سیستم چند حزبی بود و انسان‌های داخل اون حساب هم کنترل شده باشن، این که هر کاری خواستن بکنن. تاریخ نشون داده که یک فرد نمیتواند کل جامعه رو کنترل بکنه. نمیشه آقا، امکان نداره. انسان جایز الخطا است. شما در خود مسئله دین هم اگه نگاه کنید، فقط محمد صلی الله علیه و سلم ایشون به خاطر اینکه وحی داشت ایشون مقدسه. بعد از اون خب انسان‌های دیگه هم اشتباه میبینیم که با شورا اجرا شده، حتی 1400 سال پیش اسلام. حالا بحث من سر اینه که در این دوران سلطنت معنی نداره. خیلی از سلطنت طلبان مثلا این صحبت‌ها میکنن نروژ.
در نروژ سلطنت هیچ کار است، یک نماد است. در سوئد، در خیلی از کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی که پیشرفت کردن، اکثر اپوزیسیون و اعضاشون در اینجا هستن، حزب حاکم است، قانون حاکم، سیستم چند حزبی حاکم است، قانون حاکم است. فرد حاکم نیست، فرد اشتباه میکنه، فرد امکان داره از راه به در بره. شما بیاد ویدیوهای خامنه‌ای رو 50 سال پیش نگاه بکنید، با این چند سال پیشش کشته شد. اون موقع خامنه‌ای صحبت میکرد، چه آدم متواضع بود، جدا از بحث فکرش، بحث عقیده و فکرش نمیکنه. اون آخرا ببینی چه جوری صحبت میکرد. خب قدرت انسانا رو اینجوری میکنه، قدرت انسانا رو از راه به در میکنه. تو همین انقلاب کمونیستی که تو شوروی شد، خیلی‌ها بودن واقعا میخواستن به مردم کمک بکنن، اما وقتی قدرت رو در دست گرفتن، میبینیم به مسیر رفتن که میلیون ها نفر کشته شد فقط بخوان دیگه در قدرت برسن، طرفدار خودشون هم حذف میکردن. ما باید دنبال سیستم باشیم. اگه ما میگیم سیستم فرد محور ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو میخوایم کنار ببریم، میخوایم یک سیستم چند حزبی بیان، الان باید درخواست کنیم همه احزاب و گروه اپوزیسیون بیان بشینن دور هم، با احترام به همه حقوق همه ایرانیان، مردمان ایرانی که متشکل شده از ملیت‌ها و اقوام و دین‌ها و مذاهب مختلف. ببینید، من رو کلمه ملیت و قوم زیاد تاکید نمی‌کنم. در ایران مردمانی داریم کرد، مردمانی داریم ترک، فارس، عرب. اینا خب اینا درست همه داخل ایران هستن، اما خب خصوصیات فرهنگی دارن، زبانایی دارن. نمیشه به اون ایرانی که اون طرف مرز است، به اون بگیم عربی که اون طرف مرز است اون ملت است، اما عربی که داخل ایران هست این قومه. نمیشه آقا. ما بیام حالا کاری به لغت قوم و ملتش ندارم، این عرب میخواد زبانش رسمیت داشته باشه، کرد همینطور، بلوچ همینطور. خب اینو دموکراسی تجربه 10 ساله تجربه موفقش رو داریم. تو سوئیس چندین زبان رسمی، زبان مشترک هم هست. تو کانادا چندین 2 زبان به اصطلاح رسمی هست، زبان مشترک هم هست. تو ایران هم زبان فارسی میتونه زبان مشترک باشه، همه بلدن، نه که فارسی خصوصیت خوبی داشته باشه بهتر کاملتر از اونها. زبانی از همه بلدن، میتونیم زبان رسمی کشور باشه، هیچ کسی با این مشکل نداره. اما چه اشکالی داره من کردم زبان رسمی باشه؟ همین سلطنت طلبها اسمش که اومد، خود آقای پهلوی تو کشور اروپای آمریکا زندگی میکرده، هر صحبتاش میگه من درک نمیکنم آموزش به زبان مادری چه معنایی داره. چجوری درک نمیکنی؟ خب یک بچه 7 ساله کرد، بلوچ، ترک، عرب میره مدرسه، کنار اینکه فارسی هم میخونه چه اشکال داره با زبان مادریش درس هم بخونه؟ این چه اشکالی داره؟ خب جناب آقای نقشبندی، خب بله، درک کردن که زورکی نیست. خب درک نمیکنه، اینو ولش کن. حالا تو کشور همسایه ایران هم تو عراق 2 زبان رسمی وجود داره، کردی و عربی. ولی خب قشرهای دیگری اپوزیسیون رو چی؟ جدای از این نگاه فرد محوریش، ادبیات خشن، فحاشیگری، نداشتن برنامه، برهم زدن جامعه اپوزیسیونی ایران، نقش تفرقه افکنانه و عدم مقبولیت اروپایی و آمریکایی برای شخصیشون و جریانش، خب جریان‌های دیگه چی؟ به کجا رسیدن؟ بله، من در کل بگم به همه اپوزیسیون انتقاد وارد است. ما جهان سوم هستیم، باید تلاش بکنیم به جلو بریم، باید انتقاد رو قبول بکنیم. اما بیشترین انتقاد هم از سلطنت طلبها بود، یعنی فرد محوری در اونجا داد و بیداد میکنه. اصلا امکان رفرم در اونجا نیست، اصلاح در اونجا نیست. اما بقیه احزاب و گروه ها بله میشه روش صحبت کرد، چون در اونجا از یک اساسنامه‌ای دارن. مثلا احزاب کردی انتقاد بهشون وارد است، اما به هر حال یه اساسنامه‌ای دارن، چیزی مشخص از چی میخوان. فرد حاکم نیست، فرد رو میتونی کنار بذاری، قانون اساسی دارن. این مهمه. اپوزیسیون اگه میخواد واقعا تاثیر بذاره رو مسائل ایران، باید اینو اولا برای مردم فعالیت بکنه، فقط دنبال این نباشه به قدرت برسم. شاید اگه آمریکا و ایران به توافقی برسن، هرگز ما به عنوان اپوزیسیون نتوانیم برگردیم، اما میتونیم تاثیر بذاریم رو شرایط جامعه به نفع اون مردم باشیم، به اونا کمک بکنیم. برای اینکه به اونا کمک بکنیم، اپوزیسیون خودش باید انتقاد پذیر باشه. این بحث تقدسگرایی، فردگرایی کنار بذاره، دور هم بشینن، متحد بشن. شما فکرشو بکنن، این همه کانال رسانه اپوزیسیون همه بتونن در یک جهتی جامعه رو ببرن، نه اینکه جامعه رو بر ضد هم بکنن، نفرت پراکنی. شما ببینید رژیم همیشه با اینکه مثلا
تجزیه طلبا بیان، مردم رو میترسونه. نمیدونم پس بعد ایران جنگ داخلی میشه، مردم رو میترسونه. خب بخشی از اپوزیسیون متاسفانه همین تز رو هم به جامعه تزریق میکنن، جو امنیتی. اگه اپوزیسیون بتونه حول این که به همه حقوق مردمان ایران احترام بذاره، متحد بشه، قطعا ما میتونیم در مسائل ایرانی که قطعا تغییر تحول رو خواهد داد، اما ما میتونیم این رو سریعتر بکنیم. در آینده به عنوان فرد وقتی شرایط ایران تغییر کرد، حزب درست قانون اساسی تغییر کرد، ما هم میتونیم برگردیم از این استفاده بکنیم. مهم اینه که اپوزیسیون این رو قبول بکنه. من اجازه بدید این نکته رو بازم بهش بگم، اسم سلطنت طلب با اومد. ببینید امثال من صحبت میکنم فقط سر این که میگم زبان مادریم در قانون اساسی بیاد، به من میگن تجزیه طلب و دشمن ایران. خب شما رفتید از آمریکا اسرائیل حمایت کردید بیا بمباران بکنید. حتی کشته شدگان غیر نظامی ایران هم تسلیت نگفتن، رسانه‌های نزدیک به سلطنت طلب. برای سربازای آمریکایی اسرائیلی تسلیت گفتن، اما برای کشته‌های غیر نظامی ایران، من کاری به پاسداران ندارم، برای کشته‌های غیر نظامیان تسلیت نگفتن. شما همین کارا رو کردید، رفتی خارجی رو آوردید بمباران کردید. من کل هیچی نمیگم، میگم زبان رسمی چیز باشه میای مردم میترسونی، میگی تجزیه طلبی میخواد ایران رو آتش بکشه. باید مردم هوشیار باشن، باید مردم درک بکنن. ببینیم ما چی میخوایم، به کشورهای غربی نگاه بکنیم، اینا با سیستم جلو میره. مردم رو نترسونیم، ما دشمنی با هم نداریم، قرار نیست مردم ایران همدیگر رو بکشن. یا مثلا میان با یه بحثی پیش میاد فوری داخل خود اپوزیسیون هم یه ترسی میندازن داخل مردم که نمیدونم، بخصوص مثلا این بحث بلوچستان که پیش اینا گروه تندروی مذهبی چجوری درست میشه؟ زیر فشار. خواهش میکنم، من صحبتم طولانی شد، اجازه بدید این نکته رو هم عرض بکنم برای بینندگان. شما ببینید خود آقای پهلوی بله کشته شدن سربازای آمریکایی رو تسلیت میگه، اما نیروهای کشته شدن مردم ایران که هیچ غیر نظامی هم که نگفت. اما تو بلوچستان این بلوچی که در اثر فشار اقتصادی، فقر، بدبختی، همه چیز، یعنی در مردم ایران، من میگم ما کردا خیلی به همون ظلم میشه، اما بلوچا از ما بیشتر. وقتی در اونجا یک بلوچی اسلحه دستش میگیره با نیروی نظامی درگیر میشه، خود آقای پهلوی میاد توییت میزنه میگه کشته شدن نیروهای مسلح رو محکوم میکنم، کشته شدن فرزندان ملت رو محکوم میکنم و اون گروه بلوچ رو تروریست میگه. خب آقا تو محکوم میکنی، هر دو طرف رو محکوم کنه که خشونت طلبی، و چجوری اونجا میای محکوم میکنی، اما وقتی آمریکا اسرائیل چیز میکنن محکوم نمیکنی؟ خب چرا به نظر شما چرا نگاهش اینطوره؟ آقای پهلوی چرا مثلا اینطور به مسائل نگاه میکنه؟ ایشون میخواد یک ایران فارسی شیعه باشه، یک ایران فارسی شیعه که بتونه به سلطنت متحد. پیامتون رسید. بله پیامتون رسید. حالا جمع‌بندی شده در یه دقیقه. نظامی که حالا از کلیگویی بیایم بیرون، نظامی که بتونه یا خود همون سیستمی که شما از صحبت فرمودید بتونه در آینده بشه نقطه شروعی برای رعایت حقوق، چه نظامی هستش به نظر شما؟ جمع و جور بفرمایید. بله، یک سیستم دموکرات چند حزبی غیر متمرکز. سیستم دموکرات چند حزبی غیر متمرکز یعنی شما غیر متمرکز. خب حالا غیر متمرکزه، ما استانی رو داریم، این غیر متمرکز هم بسیار مبهمه. یعنی چی غیر متمرکز؟ الان اون اجرایی در خدمت اون قانون اساسی. غیر متمرکز الان داره میتونی فدرال باشه، خودمختاری باشه، درصدش هم خودمون روش حساب بکنیم، کاری هم به لغت فدرال خودمختار نداره، میتونیم یه لغت ایرانی براش پیدا بکنیم. بس سر این ایرانی که عرض کردم تفاوتایی هستش، مناطق کردستان خب در اونجا مسائلش در باشه، تو مناطق ترک‌نشین همینجور، درصد درآمد ملی که داریم از درآمد ملی به نسبت جمعیت اونها بهشون تعلق بگیره. در اون مناطق مثلا کردستان که میگم همه مناطق کردنشین ایران، در مناطق آذربایجان همه مناطق آذربایجان ایران، بلوچستان زبانشون رسمی باشه، بتونن اونجا خودشون اداره بکنه، اما کل کشور یک قانون اساسی، یک پرچم متحد هم داشته باشیم. اما هیچ ایرادی نداره هر منطقه هم یک پرچم محلی داشته باشه. اینا در کشورهای غربی ما میبینیم، هیچ ایرادی نداره. من بازم میگم درسته من شخصا شاید مذهب تشیع قبول نداشته باشم، اما بحث من اینه که با تشیع مخالفت ندارم، مردم آزاد باشن.
بحث من با فارس مشکل ندارم، با زبان فارسی مشکل ندارم. بحث اینه که در کنار زبان فارسی زبان کردی هم رسمی داشته باشه. بحث من اینه که مذهب رسمی نداشته باشیم. وقتی میگیم سیستم دموکرات یعنی اینکه مذهب رسمی نباشه، همه در برابر قانون اساسی و بتونیم روی این صحبت بکنیم. اینا چیزایی است ما میبینیم سوئیس هست، کانادا هست، نمونه‌های زیادی هست کشورهای غربی به این شیوه کشورشون رو اداره کرده. اینجوری فساد اداری هم کمتر هستش. شما ببینید وقتی سیستم چند حزبی باشه، الان در نروژ مرسال یک وزیر یک عینکی دزدید، حزبش به خاطر اینکه مردم اعتبار دفعه بعد بهشون رای بدن اون وزیر رو کنار گذاشت. وقتی سیستم چند حزبی باشه، فرد پرستی نباشه، فساد اقتصادی هم کمتر میشه. اون موقع اگه من عضو حزبی باشم دزدی بکنم، حزبم منو کنار میذاره، میگه که مردم به هم رای بدن. اما وقتی فرد باشه، اون فرد چه پادشاه بشه، این نتیجهش میشه فساد. بله، خیلی ممنون. البته شخصا به یک سیستم دموکراتیک فدرال معتقدم و برای غیر متمرکزم لازم نیست واژه ایرانی رو پیدا کنیم و سردرد برای خودمون درست کنیم. همانطور که برای دموکراسی هم لازم نیست ما دنبال یه واژه دیگری بگردیم. این مفاهیم وجود داره، در جامعه بشری تجربه شده است و تفاوت‌ها و تنوعاتی که در جامعه بشری وجود داشته، نمونه‌ها بسیار زیاده تونسته با این چنین سیستم‌هایی انسان‌ها بتونن با رعایت حقوق یک زندگی مسالمت آمیز انسانی عدالت محور داشته باشند و کسی حق کسی رو زیر نگیره. یک سیستم دموکراتیک فدرال که بسیار مناسب جامعه ایران هستش و نمونه‌ای هم که می‌خواید سوئیس هستش، میتونه بهترین نمونه باشه که بسیار شبیه به در بعد تعلقات ملی به جامعه ایرانی. خب حالا اتاق فرمان نمیدونم یه 2 دقیقه شنیدم من. بله خب مثل که برنامه یه ساعتی تنظیم کردن امروز تا برنامه آینده. اولا از آن هموطن امیدوارم که این سال جدید هجری قمری بر همگان مبارک باشه و در این سال هم بود که اول محرم بود که حضرت عمر فاروق به دست عدالت ستیزان شهید شدن، ولی اهل سنت تابع عزا نیستن بلکه تابع عدالت عمری هستن. امیدوارم این سال سالی باشه که نقطه شروع نگاه عدالت محورانه ما باشه که در جامعه بسازیم که در اون انسان با حقوقش محترم شمرده بشه. تا برنامه آینده که خدمت شما میرسم میشه یک شنبه آینده 8:30 تهران، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.